شرایط سازگار آب و زمین، مهنت هوسمندانه، استحصال محصولات گوناگون و فراوان، تأمین بازار استعمالی، زیاد کردن حجم صادرات به خارج مملکت و به این وسیله تأمین روزگار شایسته و سهم گذاشتن در کارهای آبادانی و سازندگی مرام همیشگی ساکنان ناحیه جیحون قرار گرفته در این جاده سال از سال به نتیجه های بلندتر نائل گردیده ایستادند. امروزها در برابر پرورش زراعت کشت گردیده و وسعت کشت تکراری در زمین‌های از حاصل آزاد گشته، همزمان در همه جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه جمع‌آوری حاصل خوش‌صفت و فراوان محصولات گوناگون بخصوص پالزی مرام تازه داشته، صادرات آن به داخل و خارج مملکت به راه مانده شده است. با نظرداشت فراوانی محصولات، جهت فراهم ساختن شرایط مساعد برای سری وقت و به تلف به فروش برآوردن دسترنج کشاورزان با تشبث مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه جیحون در همکاری با صاحبکاران محلی در حدود ناحیه بازار موسمی تأسیس داده شده است. با گفته خواجگیداران، فعالیت بازار موسمی دوام یک چند سال اخیر که اساساً شامگاهان فعالیت می نماید برای سری وقت و یک لخت به سودا رفتن محصولات جمع آوری گردیده مساعدت کرده ایستاده است. پالزی استحصال کرده کشاورزان ناحیه جیحون از لحاظ صفت و طعمش در بازار داخل و خارج مملکت خریداران زیاد دارد. پیشنهاد محصولات فراوان و خوش‌صفت از جانب کشاورزان ناحیه جیحون در بازار موسمی و خریداری و انتقال آن از جانب صاحبکاران و دیگر منطقه های مملکت شهادت از آن می دهد که ساکنان دستور و توصیه های رهبریت عالی جمهوری را در سمت استفاده هدفمندانه زمین و هرچی بیشتر کردن حجم استحصالات سرمشق کار خود قرار داده در این جاده موفق گردیدند. تشکیل نمودن بازار موسمی دهقانان همین ناحیه جیحون محصولات خود را به مشکلی به فروش میگذارند. خریداران از تمام شهر و ناحیه جمهوری آماده به مشکلی محصولات خریداری نموده صادرات می‌نمایند. طور مسئولین ابراز می نمایند رشد ساحه کشاورزی در ناحیه امکان فراهم آورده است که در برابر استحصال محصولات همزمان برای ساکنان بشغلی نه تنها ناحیه جیحون بلکه دیگر شهر و ناحیه های اطراف نیز کار موسمی فراهم گردد.